چطور یه مرد میتونه به قله‌های قدرت برسه؟ آیا فقط عضلات و توان بدنی کافیه یا اینکه پشت از وزنی که بلند میشه یه ذهن قوی و اراده آهنین هم وجود داره؟ اینجا داستان مرد رو میشنویم که مرزهای قدرت انسان رو با حرکاتش جابجا کرد. این مرد کسی نیست جز زایدروناس ساویسکاس، یکی از بزرگترین اسطوره‌های تاریخ ورزش‌های قدرتی. زایدروناس در شهر بیرژای لیتوانی به دنیا اومد. توی همون شهری که بچه‌ها با فوتبال و بازی‌های ساده بزرگ میشن، زایدروناس همیشه به چیزی بزرگتر از اون چیزی که مردم میدیدن فکر میکرد. از همون بچگی توی دلش رویا داشت یه روزی یکی از قوی‌ترین مردان جهان بشه و همونطور که همیشه گفته وقتی تلویزیون رو نگاه میکرد هیچ شکی نداشت که خودش هم میتونه یکی از اون مردهای بزرگ بشه. زایدروناس مثل هر قهرمان دیگه‌ای با سختی و تلاش شروع کرد. سال 2003 بود که تو اولین رقابت‌های جهانی قوی‌ترین مردان شرکت کرد. خیلی‌ها شک داشتن ولی اون نه تنها تونست قهرمان بشه بلکه پیام بزرگ به همه داد: من اینجا و آماده‌ام تا تاریخ رو بنویسم. از همون روز به بعد مسابقات قوی‌ترین مردان جهان و آرنولد استرانگمن کلاسیک دیگه جایی نبود که زایدروناس اونجا نباشه. زایدروناس این مرد بی‌رحم رکوردهایی رو به ثبت رسوند که هنوز هم هیچ کسی نتونسته بهش برسه. در طول سالها این دستاوردها رو از خود به جا گذاشت. 7 بار قهرمان قوی‌ترین مردان بالای 40 سال جهان، 8 بار قهرمان آرنولد کلاسیک استرانگمن، 3 بار قهرمان قوی‌ترین مردان اروپا و 4 بار قهرمان قوی‌ترین مردان دنیا WSM و تونست رکوردهایی رو به جا بذاره که مرزهای قدرت رو جابجا کرد. پرس سینه 270 کیلوگرمی، اسکات بالای 400 کیلوگرم، ددلیفت 408 کیلوگرمی و لودلیفت 228 کیلوگرمی که سالها رکورد تاریخ این ورزش بود و سرانجام شکسته شد. زایدروناس فقط وزنه‌ها رو بلند نمی‌کرد، اونها رو شکست میداد و جهان رو به حیرت میانداخت. اما زایدروناس تنها یک قهرمان نبود، اون یه مرد خانواده دوست بود. در کنار همسرش یورگیتا و خانواده‌اش زندگی شخصیش رو با همون قدرت و عزم ادامه داد. همیشه میگفت بزرگترین افتخار زندگیش خانواده‌شه. در زندگی خانوادگی هم همون استقامت رو داشت که توی ورزش داشت. اما زایدروناس فقط در میادین قهرمان نبود، بعد از بازنشستگی تبدیل به مربی شد. به نسل‌های جدید یاد میده که برای رسیدن به قله‌ها هیچ چیزی به اسم شکست وجود نداره. به جوانان میگه اگه میخواید مثل من بشید باید تو آخرین قطره عرق بریزید، هیچ وقت تسلیم نشید تا به هدفتون برسید. زایدروناس امروز تجربیاتش رو به نسل‌های جدید منتقل میکنه و میخواد که اونها هم روزی قوی‌ترین مردان دنیا بشن. زایدروناس ساویسکاس، مردی که با قدرت بدنی و ذهن قویش دنیای ورزش قدرتی رو متحول کرد. اون به ما نشون داد که با ایمان به خود و تلاش بی‌وقفه میتونیم هر چیز رو ممکن بکنیم. این داستان یک مرد نیست، این داستان یک افسانه است، افسانه‌ای که هنوز هم زنده است و همیشه الهام بخش ماست. اگه از این ویدیو لذت بردید حتما لایک کنید و نظرات خودتون رو با ما به اشتراک بذارید. اگه میخواید داستان‌های بیشتری از قهرمان‌ها و انگیزهای بزرگ بشنوید حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید. یادتون باشه هیچ چیزی غیر ممکن نیست. تا ویدیوی بعدی همیشه قوی بمونید و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.